سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال من. اینجاییم با یک ویدیو دیگه از خاطرات ترسناک شما. من دورسام. زمانی که این داستان برای من اتفاق افتاد 17 سالم بود و الان از اون داستان 8 سال گذشته، اما هیچ وقت نتونستم فراموشش کنم. فروردین ماه سال 98 بود. یه روز قبل از عید، تقریبا روز 25 اسفند ماه یا 26 بود که تلفن خونمون زنگ خورد و پدر بزرگم به مادرم گفتش که برای عید با بچه‌ها جمع کنید بیاید روستامون تا کنار هم دیگه باشیم. همون روز حرکت کردیم و شب اون روز به روستامون رسیدیم. روستای ما توی یکی از مناطق کوهستانی بود و اون زمان از سال پر از برف و مه بود. وقتی رسیدیم گرسنه و خسته بودیم. غذاهایی که مادر بزرگم درست کرده بود رو خوردیم و بعد دور کرسی نشستیم تا گرم شویم. خانه گرم، ساکت و حوصله سربر بود. بعد از حدوداً 1 ساعت برادر کوچکم بهانه گرفت که خسته شده و حوصله‌اش سر رفته. مادرم گفت دورسا پاشو داداشتو ببر بیرون. گفتم من و فهمیدم که من تنها گزینم، چون پدرم داشت لوله‌های یخزده رو تعمیر می‌کرد و مادرم داشت ظرف‌ها رو می‌شست. دست برادرم رو گرفته بودم و قدم زنان از خونه دور می شدیم. بعد از حدوداً 10 دقیقه یا 11 دقیقه پیاده روی متوجه شدیم که مه سنگینی دور و برمون رو گرفته و همونطور که شاید بعضی از بچه‌ها بدونن، داخل مناطق کوهستانی مه خیلی شدیده، به طوری که تو نمیتونی اطرافتو درست ببینی. تصمیم گرفتیم از همون مسیری که رفتیم برگردیم تا دوباره برسیم به خونه، ولی انگار مه کار خودشو کرده بود و ما راه رو گم کردیم. بعد از حدوداً 20 دقیقه پیاده روی و برگشتن از همون راه متوجه شدیم که به قبرستونی رسیدیم. متروکه و خلوت به نظر می اومد. هم خودم و هم برادرم خیلی ترسیده بودیم، ولی خب من سعی می‌کردم به روی خودم نیارم تا داداشم هم نترسه. از دور پیرمردی رو دیدیم که خمیده بود، به عصا تکیه داده بود و سرش پایین بود. به سمتش رفتیم تا ازش راه رو بپرسیم و بتونیم به خونه برگردیم. وقتی به سمتش رفتیم دیدیم که خیلی سرش پایینه و خمیده است و لباسی سیاه تنش بود. ازش پرسیدم که پدر جان ببخشید، من میخواستم برم بالا دست، از کدوم راه میتونم برم؟ هیچ چیز نگفت و فقط با دستش اشاره کرد. گفتم ممنون و راه افتادیم. البته فقط کمی از صورتش معلوم بود و همون هم به کار ما نمی اومد. ما فقط آدرس رو میخواستیم. جلوتر رفتیم. تقریبا دیگه شروع شده به بارون اومدن. هنوز از قبرستون رد نشده بودیم که آخرای قبرستون که رسیدیم گوشی من افتاد از دستم. وقتی خم شدم تو گوشی رو بردارم دیدم روی یکی از قبرها عکس همون پیرمرده. خب دوستان متشکرم. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو